مقامات رسمی تاجیکستان اعتراف کردند که با وجود تلاش‌های آنها برای ریشه‌کن کردن کروپسیا در اداره‌های دولتی، این ظهورات برعکس در بعضی نهادها زیاد شده است. آژانسی مبارزه با کروپسیا که روند اجرای استراتژی مبارزه با فساد را تحلیل کرده است میگوید از تحلیل منتظم وضع صادرشوی جنایت‌های با کروپسیا علاقمند برمی‌آید که این جنایت‌ها در بعضی وزارت و اداره‌ها رو به افزایش دارد. همکارم طاهری سفر تحلیل آژانسی را خواند و در صحبت پیش از برنامه اول خواستم خلاصه‌های آن را به ما بگوید. آژانس مبارزه با کروپسیا نتیجه تدبیر و چاره‌های 5 سال پیش یعنی از سال 2021 تا 2025 را تحلیل کرده آماری را آورده است که افزایش نگران کننده را نشان می‌دهد. با گفته آژانسی در این مدت تقریباً 7500 جنایت اقتصادی، رشوه‌خوری یا از خود کردن مال مردم و دولت را ثبت کردند. در این میان نام وزارت کارهای داخلی نیز هست که در 5 سال گذشته در تمام شعبه و اداره‌های تابع آن 250 مورد رشوه‌خوری، سوء استفاده از مقام یا دیگر جنایت‌های اقتصادی ثبت شدند. تمایل هم در این وزارت در 2 سال گذشته رو به بالا داشته است. در جدول جنایت‌های اقتصادی که آژانس مبارزه با کروپسیا نشر کرده است دیده می‌شود که سال 2023 در این وزارت 50 جنایت اقتصادی را آشکار کردند و در 2 سال بعدی این گونه جنایت‌ها زیادتر شده از 74 به 88 عدد رسیده است. آژانسی روشن نگفته است که کدام نوع جنایت‌های اقتصادی زیاد شدند، در رشوه‌خوری، تقلب یا جنایت‌های دیگر، اما شکایت‌ها از طمع‌جویی کارمندان میلیسا و مفتشان در تاجیکستان زیاد شنیده می‌شود. خودی همین آژانسی ماه اوگوست سال گذشته گفت که پرونده جنایی یک افسر میلیسا و همکاران او را به دادگاه فرستاده است که بر رشوه‌خوری و سوء استفاده از منصب گمانبر می‌شوند. از این افسر میلیسا جلال‌الدین نورماتوف نام بردند که به گفته آژانسی هنگام کار در شعبه امور داخلی ناحیه مسجد با چندی از همکاران دیگرش به جای رسیدگی به مشکل مردم و کارافتادگان از آنها پول می‌گرفتند یا پرونده هم باز نمی‌کردند. وزارت دیگری که در آن بنا به گفته آژانس مبارزه با کروپسیا جنایت‌های اقتصادی و رشوه‌خوری زیاد بوده است وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی است که در سال گذشته در آن 159 مورد پول ستانی یا رشوه و دزدی پول دولت را آشکار کردند. سال گذشته در کمیته امنیت ملی 14 جنایت اقتصادی و در دادستانی 4 و در دادگاه‌های کشور 15 جنایت اقتصادی و همان فساد و رشوه‌خوری ثبت شده است. یگانه وزارتی که به گفته آژانس مبارزه با کروپسیا در 4 سال گذشته به فساد و رشوه آلوده نبود وزارت امور خارجه تاجیکستان بوده است که در هیچ یک نهاد آن جنایت اقتصادی آشکار نکردند. و از همکارم پرسیدم که آژانسی برای ریشه‌کن کردن رشوه‌خوری و فساد در اداره‌های دولتی در این گزارشش چی پیشنهاد کرده است؟ واقعا در گزارش اداره مبارزه با کروپسیا تاکید شده است که رشوه‌خوری و فساد یک مانع اساسی رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان باقی میماند. یکی از پیشنهادها گزارش خدمت‌رسانی‌های دولتی به شیوه آنلاینی است. مقامات گفتند که ساده‌گردانی رسمیات از راه آنلاین و دور کردن یا رابطه مستقیم کارمندان دولت با مردم مثلا در ساحه‌های انداز، گمرک و تقسیم زمین کروپسیا را به طور نظررس در این سمت کاهش داده است. به عباره دیگر اگر خدمات دولتی بیشتر آنلاین باشد آدم پیش کارمند نمی رود و برای اجرای کارش هم به کسی حق خدمت یا چای پولی نمی دهد. اکثر ساکنان تاجیکستان چای پولی یا دادن اندک پول به کارمندان اداره‌های دولتی را نه رشوه بلکه پاداش خدمت و یک معامله بی‌ضرر بین دو طرف می‌دانند. آژانس مبارزه با کروپسیا از جمله پیشنهاد کرده است که مزد کارمندان دولتی بالا برده شود تا مجبور به گرفتن رشوه نباشند و طمع‌جویی هم نکنند. پیشنهاد دیگر جلب خود مردم به مبارزه با ضد کروپسیا است، زیرا با گفته اداره مبارزه با کروپسیا در صورت واقف بودن از حقوق خود و بلند برداشتن سطح دانش اهالی میتوان با این ظهورات نامطلوب مبارزه برد. این زمان یک تحقیق در سال گذشته نشان داده است که بیشتر از 86% پرسیده شدگان در تاجیکستان بعد از دچار آمدن به رشوه‌خوری به جای مراجعت هم نمی‌کردند، زیرا به مقامات حفظ حقوق باور نداشتند و به این اندیشه بودند که مراجعتشان هیچ نتیجه نمی‌دهد و فقط تلف کردن وقت است. همکارم طاهری سفر درباره تلاش‌های تاجیکستان در راه مبارزه با رشوه‌خوری و فساد و هم نتیجه‌های آن صحبت می‌کرد. گزارش مفصل در این باره در وبسایت azadi.org است.